ز گفتار پیغمبر راستگوی برد تیرگی ها ببین آبشوی. در پادشاهی قشتاق این بیت آمده: سوی گنبد آذر آرید روی، به فرمان پیغمبر راستگوی. ولی در دقیقا این اصطلاح رو یک بار دیگر ما در شاهنامه می‌بینیم و که من شاهستانم ره صدر است، درست این سخن گفت پیغمبر است. این بیت به دو صورت ثبت شده که من شاهستانم علی اندر است، درست این سخن گفت پیغمبر است. در یک سطح دیگر که من شهر علمم علی اندر است. خب باز می‌گردیم به چند سده پیش، می‌بینید در کتاب‌هایی به نظم و به نثر سپیدمان به شهر علم تشبیه شده که دارای 100 در میباشد. شاعری زرتشتی به نام شهرمرد پسر ملکشاه میگوید: زراتشت شهری بنا کرده است، بر او 100 در از غیب وا کرده است. زراتشت بنگر چه دین پرور است، که در شهر دینش ره از 100 در است. به صورت سمبولیک و استعاری ایرانیان پیامبر باستانی خود را به یک شهر 100 دروازه تشکیل می‌کردند، یعنی شهر بسیار بزرگ سرشار از دانش و علم و بینش. در سنت شاهنامه نویسی در خدایی‌نامه ها چنین روادی بوده: ستایش خداوند، ستایش خرد، ستایش پیامبر و سپس آغاز کتاب. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دم که خاک کف این برم. که در نسخه های ثبت شده دست‌نویس ها چنان دم که خاک پی حیدرم یا چنان دم که خاک کف حیدرم. حالا چرا این سطح به هم خورده؟ یکی از دیگر رمزهای مهمی که در دیباچه شاهنامه وجود داره و اصلا مورد توجه قرار نگرفته اصطلاحی است به نام این در. این در فردوسی میگوید: اما دیگران مرا کار نیست، جز این در مرا راه گفتار نیست. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دم که خاک کف این درم. از این در سخن چند رانم همی، همانش کرانه ندانم همی. مرا با کسان دیگر کار نیست، بر آن در مرا هیچ بازار نیست. اگر زیر دار برومند جای، نیابی از این در شدن نیست راه. دار یعنی درخت. کدام درخت؟ کسی کو شود زیر سرو بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. ندانم مگر پایگه ساختن، به از شاخ این سرو سایه بکن. این درخت و این سرو چه نمادهایی است، چه استعاره هایی است. کلاً درخت سرو یکی از سمبول های ملی ایرانیان مانند شلیفا، فروهر، شیر و خورشید و غیره بوده. ما میدونیم که سپیدمان یا فرد دیگری که لقب زرتشت داشته در زمان
هخامنشیان دو درخت سرو می‌خوره، یکی در کاشمر که خیلی معروف بود، سرو کاشمر، و دیگری در توس، در یکی از نواحی توس. آیا فردوسی در زیر همین سرو می نشست و به سرایش شاهنامه می پرداخت؟ آیا سرو سایه فکنی که فردوسی یاد می کند همین سروی است که به دست زرتشت کاشته شده بود؟ در پادشاهی گشتاسپ بخش پدید آمدن زرتشت پیغمبر می کنید: یکی سرو آزاده بود از بهشت، به پیش در آذر در بکشت. یعنی یه سرو رو در آتشگاه می‌کارن. در آیین پیشینیان منگرید، بر این سایه سرو بگذرید. پس اینجا این اصطلاح سایه سرو رو ما داریم می‌بینیم. و اما درباره این در چیه در شاهنامه؟ به چه چیزی داره اشاره می‌کنه؟ منظور فردوسی چیه؟ راز و رمزهایی است که شاید برای مردم عوام خسته کننده باشه، بی اهمیت باشه، ولی کسانی که در حوزه پژوهشی کار میکنن براشون خیلی جالب و مهمه این یافته ها. چون همونطور که گفتم ده‌ها و صدها نفر خوندن و رفتن و گاهی به اینکه جمع‌های ناگهان زده میشه و چیزهایی پیدا میشه. در بخش ساسانیان پادشاهی شاپور یک بیت بسیار عجیبی اومده که کلید رمز این سروده ها در دیباچه شاهنامه است. از این در سخن چند رانم همی، همانش کرانه ندارم همی. ابا دیگران مرا کار نیست، جز این در مرا راه گفتار نیست. خب اون بیت چیه؟ اون بیتی که گفتیم در یک بخش بسیار دور و دراز دیگری از شاهنامه اومده و شاه کلید ما در گشودن این رمز از دیباچه است. میگوید در اورمزدی و پیش آورم، سخن بر ره دین و کیش آورم. خرد را و دین را رهی دیگر است، سخنهای نیکو به بند اندر است. دوستان اگر پرسش هایی دارید به صورت کتبی مایل بودید ارائه بدید. در اینجا میپردازیم به خود شاهنامه. شاهنامه دو تا دوره کاملا مشخص داره، یک دوره 20 ساله و یک دوره 25 ساله. فردوسی از دوره 20 ساله یاد کرده که در دوره شاهنامه سکوت کرده و یا دست از کار کشیده بود. همین گفتن نالاش هم گاه، نهان بود ز خورشید و کیوان و ماه. سخن را نگه داشتم سال 20، بدان تا سزاوار این گنج کیست. و فردوسی درباره مدتی که طول کشید تا کل شاهنامه رو بسراید عدد 25 سال رو ارائه میده. معمولا ما فکر میکنیم 30 ساله ولی دقیق ترش 25 ساله.
و این عدد از سوی نظامی عروضی در کتاب 4 مقاله و نیز عطار در اسرارنامه تایید شده است. 12 سال و 5 اندرین شد مرا، همه عمر رنج اندرین شد مرا. سرودن شاهنامه 12 سال و 5 یعنی 25 سال طول می‌کشید. در زمان امیر نصر سامانی نهضت ادبی و ملی ایران به اوج میرسه و دربار این شاه مرکزی برای ایرانگرایان میشه. پس از مرگ او به دلیل جنگ موجود و برخوردهای فرقه‌ای و مذهبی فردوسی در دیباچه شاهنامه نتوانسته آشکارا به نام ابو منصور عبدالرزاق طوسی و دقیقه طوسی اشاره کنه. یعنی اصلا اسم نبرده، تلویحاً یاد کرده. ابو منصور که تبارش به اسپهبدان ساسانی میرسید 4 موبه از سیستان، هرات، نیشابور و طوس را فرا می‌خواند تا بر اساس کتاب‌ها و دفترهایی که داشتن، بر اساس یاد و حافظه‌ای که داشتن، شاهنامه‌ای به نثر نوشته بشه. سپس دقیقی شاعر زرتشتی از سوی انجمن موبدان مأموریت پیدا می‌کند تا این شاهنامه را به نظم در بیاورد. اما پس از سرودن 1000 بیت کشته می‌شود و با دستبرد به بیت‌های دیباچه شاهنامه فردوسی چنین وانمود می‌شود که او غلامواره بوده است. جوانیش را خوی بدیار بود، عواقب همیشه به پیکار بود. کسی که با بدی همیشه به پیکاره، پس چطور کنه جوانیش را خوی بدیار باشه؟ این جنگ و دروغی که درباره دقیقه گفتن و برای بدنام کردنش. اصل بیت اینه: جوانیش را بخت بد یار بود، عواقب همیشه به پیکار بود. دلیل من اینه که 2 بیت دیگر در دنباله اینه. این 2 بیت دقیقاً به همین صورت ثبت شد. یکایک از اون بخت برگشته شد. کلمه بخت داره به کار میره. یکایک از اون بخت برگشته شد، به دست پرستار خود کشته شد. برفت او و این نامه ناگفته ماند، جوان بخت بیدار و او خفته ماند. پس دقیقی خوی بد نداشته، دچار بخت بد و تقدیر ناگواری بوده. وقتی که سرداران ترک و علمای سامانی دست به براندازی امیر نصر میزنند، به جای او نوح اول بهش میگیم، چون 2 تا نوح داشتیم، نوح ابن نصر و سپس عبدالملک ابن نوح به تخت می‌نشینند. فرمانروایی این 2 تا حدود 20 سال طول می‌کشه که به احتمال قوی همون دوران سکوت 20 ساله فردوسی و سرکوب و سانسور نمود بیشتری در این دوره 20 ساله پیدا می‌کنه. تا آنکه منصور سامانی به تخت می‌نشیند در سال 350 و فضا کمی بازتر میشه. در زمان اوست، در زمان منصور، که تفسیر طبری به پارسی ترجمه می شود و حتی از علمای ماوراءالنهر می خواهد که فتوای ترجمه و تفسیر قرآن به پارسی را صادر کنند.